سلام بچه‌ها، من سارام. خوش اومدین به پیجم. اونجایی که اول ویدیو فکر کنم دیدید موهامو یه خورده سشوار کشیدم، زیاد نتونستم با اون، یه خورده خیلی سختم میشه با اون بخوام کار کنم، ولی خب نرم مثل همیشه کرم محبوبمو میزنم. آرایش خیلی ساده‌ای میکنم، زیاد فاندیشن استفاده نمیکنم چون همونجوری که میبینین زیاد اونقدر فاندیشن نیازی ندارم. چشم هم که همیشه این گوشه ها رو میکشم، بعضی وقتا میرم تا اینجا. میخوام یه دونه خط چشه که خیلی قبلا دوره 18 سالم بود اینا رو بکشم. باشیم چشم پاریس بود فکر کنم، یا بیژن، پاریس یا بیژن بودش که استفاده میکردیم. خیلی جالب بودش، خیلی کلفتم میکشیدم بالای چشم. من این مدل رو برمیدارم، میام همیشه خط چشم رو چشم باز میکشم به خاطر اینکه کنترل بهتری توش دارم. از گوشه چشم میرم توی بن موژه، خیلی ریز میرم توی بن موژه. هیچ اشکالی نداره که اصلا کلفتم بشه. همچین خط چشمی داریم. من اونجایی هم مداد چشمو نمیکشم توی چشم به خاطر اینکه لنز میذارم و وقتی که خب خیلی از ساعت ها میگذره لنزم کثیف میشه. من سعی میکنم موقع هایی که لنز نمیذارم بخوام اون کارو میکنم که مثلا بخوام میخورم بریز زیر چشام، مثلا این حالت مثلا اسموکیه مثلا، ولی چون لنز دارم نمیذارم. دلم تنگ شده واسه جوری خط چشمم. من بیشتر اوقات اصلا هیچ ترسی ندارم که خط چشم بد بشه، خاطر اینکه با ریمل درستش میکنم. میخوام بزنم مثلا این ور رو ببینن اون ور رو نبینن زیاد، ولی همیشه همین جوری میشه دیگه. الانم to be honest که اصلا مثل هم نشدش. دو تا الان خط چشم متفاوت من بهتون یاد دادم. تادا میخوره دنباله میخواست. حالا به خاطر اینکه زیاد دیده نشه میمونم. هلو تو این محله برای چشمه مامان بکش. چی؟ خب اینم مامان بنده داره امروز میره بیرون و من قراره که همین الان من چون همسایه‌مه گفت که براش خط چشم بکشم. کمپوتینام نزدم، نمیخوام. کمپوت نزدم؟ نه. مامانم کمپوت دوست نداره. مرسی، میخواد منو خوشگل کنه. خب برای مامانم به خاطر اینکه چشماش کوچولو من خیلی سختم میشه چشاشو بکشم، از چشمای ماژیک استفاده میکنم. الان چشات باز باشه؟ آره. جالب. کنترل بیشتری داشته باشم، برای همینم که چون که صندلی خیلی کوتاهه همیشه آدم باید توی اون سطح طرف قرار بگیره. اینجا نگاه کن. هیچ وقت نمیتونم خطش رو بکشم. همه میگن، همه آرایشگرا میگن چشات سخته. سارا گربه ای اصلا نکش منو. حالا اینجا آفرین. بر دوستان که میخواستم خط چشم بکشم میشستم روشون. چشمای تو اصلا خیلی سخته. موژه ندارم به خاطر اینکه ربطی نداره به موژه داشتن. برای خط چش اسنس مایه میام پررنگش میکنم چون مادرم دوست داشت پررنگ باشه. ضد آبم هستش. رو چشم از زیاد تفریح کن. میدونی این یاد میگیری اون وقت رو چشای سخت راحت سریع اون وقت بکشی. ریمل بکشم. ریمل رو به توی تازیگرا میگم که روبرو به پایین رو نگاه کنن و هر موقع میخوان پلک بزنن بگن میخوام پلک بزنم. در صورتی که حتی پلکم بزنن هیچ مشکلی نداره، اینکه به هر حال چیز میشه، ولی حواسم هستش. برای سایه ابرو من همیشه براش ابرو و پلت مک وقتی که نگاه میکنم ببینم که خب من میتونم این رنگ و این رنگ رو واسه مامان استفاده کنم، به خاطر که این دوتا رنگ خیلی طبیعیه، این نه مشکی نه چیزی. این یه خورده اینا رو با هم میکس میکنم. برای پارت روژگونه دلخواه خودم جای گونه مامانم این شکلی. اینم آرش ستوته مامان. خب برو خوش بگذره. مرسی، ممنون. مامانم رفت
حالا من وایسم به آرایش خودم. من 3 تا ریمل استفاده میکنم امروز. یکی 2 تا از مک، یکی از اسن. اول این آبی رو میزنم، از بون موژه میگیرم، خیلی سریع پلک میزنم. خب این از اسنس رو بینش میزنم. اسنس هم خیلی کم. در آخر کار میام از این ماجیک اکستنشن مک استفاده میکنم. اینو خیلی به آرومی میام به این حالت. اینم از ماجیک اکستنشنش. این روشمونم استفاده میکنم، رنگ و آبی بده. بیشتر فقط آرایش چشم میکنیم با ابروم هم که از اسنس ژل ابروش استفاده میکنم. خیلی دوست دارم، خیلی موندگاریش بالاست. اینم که این شکلی. اینم از میکاپ امروز بنده، فیکس ریر بیوتی استفاده میکنم. من خیلی دوستش دارم و خیلی هم بانمک که نه، خیلی هم قشنگ پوست میمونه. جاهایی که نمیخوام فقط شاین شه اینجوری میزنم. جانم ماما. رژ لبم امروز به خاطر اینکه دیگه شب و پرمیر نداریم، پرمیر همون نمایش اوله، دیگه قرمز نمیزنم. از فنتی بیوتی یا از ستیلا، این رنگ قرمزش رو خیلی دوست دارم. یه حالت پلامپ هم داره، یا حالا این یا اینو استفاده میکنم. مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودین. انتظار نداشتم که مامان بیاد پایین، ولی خیلی بانمک شد، خیلی خوش آمد. پس تا ویدیوی دیگه، بای بای.